سلام دوستان، امروز میخوایم بریم تو دل طبیعت کمپ بکنیم، غذای خودمون رو خودمون درست بکنیم، دسرهای خوشمزه بخوریم و با هم کلی لذت ببریم. امیدوارم که با ما تو این ویدیو همراه باشید. Let's go. شف افرو قراره که شروع به آشپزی بکنه. یه چیزی بزنم. ماما میا. بچه ها این روباه اومده مرغمون رو بدزده، ولی ما نمیذاریمت. روباه خانم، روباه اومده مرغ ما رو بدزده ولی ما نمیذاریمش. میبینین چجور کمین کرده برای مرغمون. بیا ببین، دزدی نکن، زشته. تو بیا بخواه از ما به تو میدیم، ولی اینکه بخوای دزدی بکنی ضایع است. میدونی؟ ببین امید، اینقدر چشاش خوشگله که نگم برات. بیا سر دمش قوقا میکنن اینجا. ببین وسط دل طبیعت داره مرغ میخوره، خودش باورش نمیشه. شف افرو به خدا صبونه نخوردم. یه فکری با حالمون نمی‌کنی؟ داداش فکر کردی با آماتور اومدی سفر؟ فکر اونجاشم کردم. بریم. واو. واو. نه ولی واقعا خوشمزه شده. بچه تصویر گویاست آقا، خوشمزه شده.
وقتی خوابوندن بچه هست؟ توی آتش جهنم. آفرین آفرین. به نظر من این مرغ خیلی مونده. یعنی میگی میسوزه؟ یه حسی به میگه این مثلا ممکنه نابود شده باشه تا الان، چون میدونی گذاشتیمش رو زغال درست کردیم، 2 تا بسته زغال گذاشتیم، بعد اینو گذاشتیم تو فویل پیچیدیمش گذاشتیمش، تقریبا الان 1 ساعت و نیم شاید بیشترم الان این رو آتیشه و این سنگه میبینین زیر این آقاه ما گذاشتیم روش و این 1 ساعت و نیم. دوستان همین آقایی که اینجا داره اینجوری بچ میکنه و نگ میزنه گفت پنکیک خوب نمیشه، بعید میدونم اصلا تو پنکیک کسی کره نمیریزه. پنکیک رو اش کردم، دادم بهش خورد، داشت ملق میزد قشنگ، داشت دیدین دیگه تصویرا رو، داشت ملق میزد. حالا اینم میخوره، بازم براتون تصویر میگیرم که ببینید چجور ملق میزنه. بسم الله. سس بریزم همش. برس. این آقا خیلی تعریف کرد. من میخوام صادقانه بهتون بگم خوب شده یا نه. ببوس دستو ببوس بچه. شف افرو واقعیه، الکی نیست. شف افرو is a thing. Subscribe for more content. باش امید بفرما. نون میخوای؟ دوستان مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودید، ویدیو رو دیدید. اگه دوباره ویدیو اینجوری خواستید ببینید حتما سابسکرایب رو بزنید که ویدیوهای خیلی خفن‌تر تو راهه. مرسی.